از دلی رنجور، از دلی زرداب، از جگری سوختگی حال خرابم، از دلی پرغم، از دلی زرداب، از منی درد به علم حالت بیتاب، از علمی آچهی به بچهی بخواب، از علمی بچهی در خاکی سیاه خواب، از علمی آچهی به بچهی بخواب، از علمی بچهی در خاکی سیاه خواب. زیهی مادر با چنین قدرت و متانت، احسان و جسارت و مهر و صداقت بیکنار که بزرگان عالم پیش از سر تعظیم فرود میارند. از ثروت و زی شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. سلام دوستانی عزیز، دائما در هر یک ویدیوی ما در کامنتاری ها همیشه سوال می شود که اپا جان قاتلای دودرتون نشینوندن یا که نشنوندن، چی شده می کاری دودرتون کمتر معلومات می دادین. امروز من میخوام که به همین سوال شما مادر جگرسوخته ما، مادر زرداب و درمند ما که در دهه ماه شریف رمضان فرزند چه درس دادگی بود، ما فرزند پدرمان درس دادیم و همین سوال های شما پاسخ بده. گرچندی که به مادر بسیار هم قینه، گرچندی به یاد آوردن این روزها بسیار هم دشواره، لیکن مادر به خاطر شما باوری دارم که ای عهده این کار میبراید و از اول تا با آخر نخواه میکند که همین حادثه چه شدگی بوده، قاتلا را شنوندن یا که نشنوندن. مرحمت نواری ما رو تا با آخر تماشا کنین، با ما باشین. ما خواستی او را قبول میکنیم پروردگار، و نزد پروردگار زاری و تعالی میکنیم. پروردگار رو خداوندو دست به دعا داریم، از خودت التجا داریم. پروردگار دعای ما را به درگاهت قبول بگردانیم، مراد ما را حاصل بگردانیم. پروردگار همین غریبا و مسافر را در پناه رحمت اسمت خود نگاه داری. پروردگار به فرزند و فرزند عطا کنی، به دولت و دولت عطا کنی. هر کس چی مراد و مقصدی از پروردگار به مراد و مقصدش برسانی. خداوندا به سری بلند، به دستی پر، به وقت خوشبخشی و حسن به وطن به پیش اهل بشر بگردانی. هزاران رحمت میگیم ما به همین پادشاهی که در همین کانال ابنان در حق ما گپای خوب میزنن. ما هزاران می نداریم، هزاران رحمت، هزاران حسنات در هر قدم های همینا نوشته بگردانه. خدا به اقبالشان نکنه، هر مراد و مقصدی نیکی دارن به مراد و مقصدشون برسون. به فرزندور فرزند به فرزندوش فرزند، به دولتوش دولت. پروردگار هر مراد و مقصدی گفتم به مراد و مقصدشون برسانه، به وطن به سری بلند، به دست پر، به وقت خوش بخشی خرسنده باز بگردم روان. آمین. الله اکبر. رحمتی کلان. اوچه با خیلی میدونم که شما در بسیار هم قینه مدنی بسیار هم قینه پرسیدن. بسیاری های هم پدپیسچکوی ما دوی میپرسانه ما که مثال ما در ویدیوم گفتگی بدم که چخیل میکره دودرک ما سادلو را چخیل به قتل رساندگی بدن همسایاش. آدما بسیار میپرسن که مثال همو قاتل شنوندن یا که نشنوندن، چخیل شده کمی واقعیت چخیل شد. اگر مثال شما در قین نباشه کمتر مثال نقل میکردین، چخیل شده همو قاتل ششته یا نششته، چخیلیش کردن؟ روزی دهه عرفه آخران کمتر بلندتر کمتر بزنید. روزی رحمت و مغفرت بود، همه دهنی بروزه بود. فرزندی مرا به شهادت رسان، همسایه که ما هیچ وقت در همین 70 سال عمرمون ما به همسایه اپا و خواهر اکا داده بودیم، خیلی همسایگی را ندیده بودیم و باوری هم نداشتیم. فرزندی ما سحر میخیزه، خوش کار میروه، ماشین داشت، تاکسی میزنه، بعد گشته خانه میویه، بعد گندم داشت در خانه، گندمش میگیره، ریش روش میتروشه،
گندمش میگیره اسیوب میبره، در اسیوب گندمش میمونه در خونه خواهرش. بعد اون خواهرش میگه بیا کچون بیستیم من گندمتون رو ارد کنم بعد بگیریم بریم. میگه که نی بچم من سر زمین من برم خونه من یه خبر بگیرم. بعد اومده گندم میبرم، من سروسیمه نیستم. با همین مبرویا میره و همین قدر میبینه شما خواهرش میره و در خونش میبینه که در حولیش 80 کیلو کرچکش نوندگی در زمینش که همون زمین همون کرچکو خبرگیری میره که گوه همسویش در حولیش ستودگی هم چریدن هم علفوی امورا. بعد با فکرم که هم گوه را سر میکنه یکون گب میزنه. بعد همون زنی همسویه میبرویه چیزی که میگه که بعد شوش میویه همسویه مردکش میویه دیگه هموش دیگه شما نمیدونم بچم که بعد چی زدن بچه مرا چخیل کردن. یگون کس نمیرسه نه همسویه نه یگون کس مرا قویل نشید. من در خونم همون روز خونه دستودگی بودم که هر زنی همسویه رفت مرا خبر کرد که اکای سر دوچ کوری که دست در سر زمینو میگن که بیوین. خیلی دیگه در خونه آتش بیمار بود. ما آتش نگفتم خودم خستم شکم پوشیدم خستم برام که خفی روزه دخترم قطعی ویله همون کس خستن رکشیدن قطعی ماشینی همسایه در شیشتیم ما با همونجا رفتیم. خیلی روزی که نه در رو دیدم نگم بنده نبینه. وقتی که من پهروتی خونه بوده گشتم دیدم ماشین ها از کاری اومده استودگی. خیلی من گفتم یکون گپ هسته. من باوری نداشتم که بچه مرا همسایه کشته. من فکر کردم در پیش خونش سویت دستش. ما گفتم اول یک کده یکون کار کده است. من نفهمیدم که همسایه قاتل میشه و بچه مرا میکشه. های رفتم مردگیه که ها مردگیه. همه قمی پرسم همه سوال جواب میکنم یکون کس جوابم نمیده. نمیگه که ای را کشتن ای را زدن ای را چکو کردن چه. میگه که اولی همون ملیسو را میپرسم که چی گپه. میگه که اولی همون چی دبروی اکسپرده که برویم بعد معلوم میشه. خیلی من دیگه من همسایه یکون بواری نکردم دیگه. خستن گرفتن اکسپرتیزه بردنش در حوجه چوب کردن همه انالیزش گرفتن چکو کردن نکردن. او چم خودش گرفته توقع خدم همه خدم کردم. رفتم بچه ما دیدم بچه ما بار کردم به اکسپرتیزه را بردم در حوجه بردن او را چوب پا کردن او را چکو کردن او را روی کفن آوردن او را در کفن پیچاندم او را بعدیال در پیچاندم گرفتم بردم خانه. خیلی چکو میکنی خداوندی کریم جوشا جنت کنه پروردگار. بعدی اومه وقتی که شب بچه مرا گور میکنن روزانه گور میکنن شب میشه همه خیش تبارو شدگیم همونجا که یک زنک 3 زنک میدروین همونجا در من خیال میکنم که میگم اینا کیر نمیشناسم دیگه. اونا میگن که همسویه صدرلو. میگم این بچه من خاطر داشته است من خاطر داشتم برای مرده بچه ما آمدن. او چم ولی نفهمیده اگه کشتگی بوده. بعد میگم که بعد یک کسی همونجا میگم که نه چی این همسویه صدرلو هم میگن. بعد میگم خیلی گل زنی همی شما ندونستین که بچه ها که من چی کو کرد خیلی شیدم ترشی. میگن که اول خب میکنن و دمی دیگر سخگیریشان میکنیم. بعد میگه که خولا میگه یعنی قطعی همسویش جنگ کرده است و همسویش نمیدونم که بچه زده چخیل شده بچه مرا بردن محکم کردن. جیانی همو آدم بده چه سیفیوز ده. من میگه که ای کوچه رحیم زاده شهر کلوب. من میگه که انا هم خیلی جنگ شده است و انا بچه مرا بردن. میگه قطعی همسویش جنگ شده بچه مرا بردن محکم کردن. خیلی شما اگنوش بگذارین اگنوی بچه ما و انا چی کنه انا بچه مرا ببرارن. من همو گودکوی امیره با کلا میگیرم گودکوی امیره نگاه میکنم. میگم بچه مرا زدن بچه مرا چی با نگفتن چی با که من همونجا رفت مرا یک بور نگفتن که همی جنگ شده بچه مرا زدن چیکار کردن نکردن من درنگ ندارم. بعد میگه که بردم میگه همون زمان میگه با همو قاتل قطعی همی بچه همی سنت 11 یک بیل
ملیسو گرفته بردگی بدهیم ایمی حولی امی کی برومدن ایمو جان پیش ایمو ای حولی صدلو ایمو حوالی صدلو برومدگی هموجا گرفتن بردن ملیسو بردن یهو در اوجا محکم بدستن خیلی میگم بچه مرا زده بده یعنی من فکر نکردم که همسایه قاتل میشه بچه مرا میکشه من خیال کم میره سوید زده من خیال کم که میره ماشین شهر کرده من نفهمیدم دیگه این چیه بعد گفتن که خیلی دیگه دخترها و بچه ها همه سوال جواب کردن گفتن که نخواه که برای درجه همسایه قاتل باشه که چی بعد گفتن که برای چی جنگ شده است گفتن که همون کرشکوره گوی همی همسایه خورده همی همسایه بابیل زده استش بعد تنها شدیدم بعد تنهاش خیلی به زدگی بود ای تنها همش کف تنها همش کف اگر او تنها شکوف با بالای اکسپرتیز پاگیزه تا سر کده تا گرده و تا پی دیل جگر همه را من همه امورا بچش میخدم دیدم همه امورا من مقدر ولی من نبا چشم هم میریزم او چه دو چشم من نره من خیلی بقوت گرفتم گفتم بفهمم که بچه من چی گفت شده چکو کرده همه امورا من دیدم همه امورا من گفتم سیام که کنین ببینیم چی کنین گفتم صورت بگیریم گفتم که این بچه من زدگی بده من خیال کنم که بچه من یکون چی شده سوید زده است یکون چی شده است من نفهمیدم بعد بردن محکم کردن نه همسایه را بردن 3 روز محکم کردن و گفتی خودشون 3 روز محکم کردن بعد 3 روز جوابشون دادن ستیه هیچ خیلی زدن بعد رفتم به ملیسه خونه را یکون کس فیرودم نمیکنه یکون ملیسه هم نمیویه یکون کسی نمیکنه بعد خودم رفتم گفتم که ما بچه چی گفت دریجه چی به مرا شما نگفتین که امیجا چی گفت شده که مرا یک بار نگفتین که من خواهد بپرسم بفهمم همو جمع ببینم بخی شما یکون نه خلا با یک وقتش میگه که با قلوب زده است شما بوده است یکش میگه با سنگ زده است شما بوده است یک تا دیگهش میگه نه بچه زده است شما بوده است تو حاضر انیق نیست هیچ کار چی گفت گذاشتگی در همیجا نیرم ستاتیه خولیگان 137 قسمی یک با قسمی 2 و 3 شم قسمی یک که خولیگانی کدام کشتن مردگی ای پیش خود چون برا و بیلش گرفتن بردن قطعی امرش 3 روز محکم کردن جوابش دادن تو نمیم روزی که دیدم تو چی را همون اوزودی دبدن یگان تشت محکم قمه نبود خیلی نمتری دیگه نمیدونم خود چی میشه خیلی همی صدا فکرم که 237 بعد من تو پراکرور گنرالی تو خطلان تو پراکرور خطلان تو تمام جا گفتن که دیلش کسل بوده من دکتر دیل رفتم کاغذ گرفتم گفتن نه شیشش کسل بوده من رفتم ایت پرکلوسو همش سوز بوده یا همه چسکوی دکتر وقت بچه اسپارتیونی بود تو داریم اسپارتیونی بچه بود ها اینستیتوت تربیت سوانی بود که اگه بود خدا جونه نخو یک بوده که مرده که 65 ساله و 66 ساله یا بچه 39 ساله را بکشه او با هر دکسه او را بخبر زدن و یا 4 کسا میگن که دنکو 3 مرده که یک زنک ده اویلوی بعد پسان نشنو هم در همه جا اوزه یک بچه را یک اویله زدن کشتن یک اویله زن مردی این استاتیاش تنوش همش صورتات از زدگی شکوف کدگی ای خونه با بیل گرفتن بردن همی قتیلو را لیکن اکسپرتیز نمیدونم چه خیلی کدگی گفته که با خیلی زخمو گویا که اون نمیمورده این همی خیل قانون دایده کلو آدم کشه گرفتن استاتیا 237 خولیگانست و زدگیان این قانون فقط نمی یک کمپیری 70 ساله را ای دوره با ای دوره ای ملیسا با پراکراتورا به اکسپرتیزا گنور دکلای یادگارشون میپرتوفتن اینم خیلی نمی رنگ فوتبال نمیاش فوتبال کدام میگشتن اینم خیلی اینم خیلی توغریش کردن امنیستیا ده از امنیستیا zaprasta برومدگی ای استاتیا اینم خیلی دا کلوب آدم کشه استاتیا 237 خولیگانست زدگیان خولیگانی کده آدم کشتگیان این مرده را خودشان بردن او در بالنیسه نمورد و یک روز پس نمورد او در همو جا زدن و برابر مردگی مرده را بردن چاک پاک کردن همه اکسپرتیزش کردن همه چیشه کردنش خیلی نمیدونم دیگه
اینا اینقدر من دعوا کردم اینقدر چی کردم هیچ بی نتیجه دیگه توقع نکردم من که در وقتی که گفتم فکر کوین خدا بزنش خدا جزیرش کنه خدا سرشتش کنه انشالله که خدا او را میزنه او هر روز میبره حقوق نبوده حکومت نبوده قانون نبوده وقتی آدم میمرده است چشم میزده اینکه 237 خورده است گویا که یگان چی بود گندش بود یا که یگان بوستال بود یا یگان پرته بود یا یگان درخت بود اینه تو امروزه یگان ملیسه یگان سود یگان پروکورور میگن که شاهد ندارین میگه شاهد نیست هیچ که دیدگی نیست شاهد که نبود چه بردش و بیلش امورا میگن که اگر امو همسایه را برام بپرسن همه میگه دیدگی میگه اگر که نگه значит چون هم کرده قوشن که نمیگن چقدر که آدم کشتن آدم مرده یگان کس نشنوید یگان کس ندیده باشه میتونن که یا بیگناه را میبرن سویده میمونن یک عذاب میتنن چی میکنن گناههای کشتن لیلی نه به کلا میگیره چی با که نمیرم بپرسن همسایه را چی با نمیرم کار نمیکنه ارگان اینم خیلی امی رستم خودش پیون شدگی بده من شدگی بده پیش همو گفته در همه جا که ما پول دادگیم و خلاص شدگیم البته هست هم خیلی کور شدگی ای تو خطلو نما خردگیم هیچ کار کدام نمیتونم انشالله که خدا میزنشون همو پرخرارانی همو آدم کشارانی همشه میگم که پیش ای همو کشنده خدا همو پرخرار را سرش دکنه لوی حال دیلی ما بخبر شوند انشالله پروردگار ای فرزنداشون ببینن نصیبشون نکنه هم کفن بخرد فرزنداشون ده همو پولی که پورا گرفتن انشالله میشم خیر دیگه توقع نکردی ما گفتم یه بروی قتیل یگون نشون چی نیسته اینه من خستم انمی ملک غریبی را اومدم سراونا میبرویا گفته دام نیسته اینم خیلی همیشه وقتی بوی پس هم نیسته بو بگیری بو ای سرا بو چکنی بو بنویسیم نصیب شد سلامت های جبرم ها بگیم کن چه قرار بروردن چه قانون کردن بو در روزودی دیدن و در روزودی هم خیلی میبینیم فرزند ولی دوره 5 تا فرزند دوره و 5 تا فرزند نوبولی دوره 2 تاش اینوالیده ما تمام چی میرم در سابس میرم پنسیون هم میگرفت و استاژ نداره در حکومت میرم کار نمیکرد اونجا ما را چی دو یاردم دادن نمیتونیم در همی تاجیکستان در همی کلوب حقیقت تماما نیست تماما حقیقت نبوده است که جایی که من میرم همون جواب میوه که تو همون مفتیشی که همین کار می بود همون مفتیش گشت بود که جایی میره رفتم بگی گفت خب هم پیش نورم میویم قانون شکنا پیشه خود راهی دیگر کن بر کرده خود لحظه که گشتن نظر کن جایی پسری کشته من سینه سپر کن میمرده وطن رازی غم و غصه بدر کن استاره ای کتفی بچه ای کنده ستاره استاره ای سر پوشی بچم زیری زغاره در سینه ای رنجوری بچم داغ شناره قانون سپری شیری درم پاره پاره از دلی رنجور از دلی زردار از جگری سوختهی حال خرابم از دلی پرغم از دلی زردار از منی درد ها به علم حالت بیتم از علمی آچهی بچهی بخور از علمی بچهی در خاکی سیاه خواب از علمی آچهی بچهی بخور از علمی بچهی در خاکی سیاه خواب